سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در جاده تالش به آستارا. امروز جمعه 15 تیر ماه و ساعت حدود 6 عصر. در این ولاگ ما از شهر زیبای تالش به سمت شهر آستارا حرکت خواهیم کرد. این ولاگ در ادامه ولاگ رانندگی از رشت به تالش که چند روز پیش در کانال قرار دادیم هستش. امروز که در حال ضبط این ولاگ هستیم، ولاگ های گردش در سورتمه تالش، ولاگ گردش در ساحل و تونل جنگلی گیسون رو هم گرفتیم که همگی در کانال در پلیلیست شهر تالش قرار داره. میتونین به لینک این پلیلیست در توضیحات همین ویدیو دسترسی پیدا کنید. تالش شهر زیبا در غرب استان گیلانه. این شهر در همسایگی شهرهای آستارا، رضوانشهر، اردبیل و دریای خزر قرار دارد. فاصله این شهر با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 102 کیلومتره. از جاهای دیدنی این شهر میشه به دریاچه سراگاه، روستای سوباتان، روستای شکردشت، سورتمه و پارک جنگلی سیاداران در بام سبز تالش، پارک جنگلی گیسوم، ساحل زیبای گیسوم، آبشار ورزان و هزاران مکان دیدنی و رویایی اشاره کرد. مردم این شهر تالش زبانند و جمعیتی به علت نزدیکی به اردبیل ترک زبان هم هستند. جاده اصفهان به خلخال یکی از زیباترین جاده های استان گیلان و شمال ایرانه. مسیر تالش به آستارا یا همون هشبر به آستارا حدود 72 کیلومتره که بعد از عبور از روستاها و شهرهای مثل لیسار، قطب سرا، حویق، چوببر، لندیول به شهر آستارا ختم میشه. در ضمن تالاب استیل که ولاگ اون رو هفته پیش در کانال قرار دادیم در 7 کیلومتری آستارا و در کنار همین جاده قرار داره. شهر آستارا هم که از شهرهای مهم و زیبای استان گیلان، غربی ترین شهر استان در همسایگی شهر نمین اردبیل قرار داره. مهمترین شهر استان به لحاظ تجارت با کشور آذربایجان و همچنین پرمسافرترین. بازار ساحلی منطقه زیبای حیران و دهکده گردشگری اون که سورتمه و تلکابین در اون قرار داره علت مسافرت سالیانه در این شهر زیباست. از جاهایی یعنی این شهر علاوه بر جاهایی که نام برده شد میشه به ساحل زیبای صدف، آبشار لاتون که مرتفع ترین آبشار ایران محسوب میشه، روستای کتکومن، کوه اسپیناس اشاره کرد. پلیلیست شهر آستارا هم که در اون چند ولاگ از جاهای دیدنی گردنه حیران، پلکابین و سورتمه حیران، رانندگی در شهر و گردش در بازار ساحلی قرار داره رو در توضیحات این ویدیو در دسترس شما عزیزان قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشم با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.